سلام دوستان، حالتون چطوره؟ بیمار آقای 35 ساله‌ای بود که با سردردی که اندیکاسیون تصویر برداری داشت به ما مراجعه کرد و ما ازشون CT اسکن گرفتیم و با همچین نمای هیدروسفالی جاینتی برخورد کردیم. مسئله‌ای هست بین پزشکان که میگن وقتی که سردرد به درمان دارویی پاسخ داد معمولاً سردرد خوشخیمی است، اما این جمله میتونه غلط باشه و سردردهایی که اندیکاسیون تصویر برداری یا بستری دارن باید بستری و تصویر برداری بشن، حتی اگه به درمان دارویی پاسخ بدن، که در این بیمار با این هیدروسفالی هم به درمان دارویی پاسخ داده بود و سردرد بیمار بهتر شده بود. موفق.